باید جریمه شوند استفاده از خدمت‌های فاحشه‌ها. البته بستندر کن که گنده‌گردی کم شود. نه. برای چی؟ چون که این وابسته از خود زن هست. از مرد نه. اگر صد رای مردا را بگیریم زنها ممکن به این راه نروند. دو فایده میتونم در این حالت ببینیم. هم فایده به خود مردها هست چون که اونها یعنی از چی میگن از گرفتاری هر گونه بیماری شدن، از عموما خیانت کردن به همسران خود، از این چیزا رهایی می‌یابند. یکمش دیگه شی که البته در صورت جریمه ستاندن از مردها در این حالت ممکن گفتن که خود یک منبع میشود برای غنی گرداندن بودجه دولت. از این خاطر خیلی بگذار که بندن بگذار که کنن خیلی البته به مقدار کمتر باشد میشود. زنک روزی باشد چی؟ به هیچ کار کار نمیشد. با زوری زنک بردن نمیشد. یعنی مردها را باید جریمه نبندند. زنک واسه خود زنک نگو چی میگن مردم میره به کار خودش. اگر آدمی که روی بد و میرد و با آسانی از این راه گرداندن هم نمیشد می. البته. برای چی؟ چون که مناسبت‌های اولیوی در اساس استواری به میان میاد. هرگز باید در این حالت‌ها خیانت نباشد. بند. برای چی؟ برای با کار حرام مشغول نکنید. عقیده اسلامی که اگر گیرید گناه است آخه. بعد هر گونه کسلا هر گونه چیزا پیدا میشه آخه. من بیماری‌های من همه ویروس‌ها و همین جهت در زنا بیشتر پیدا میشه، در مردا پن میشه، در نسل سالم گم میشه، اساس نسل کسل میشه، درمان میشه. یعنی اگر زنها دخترها اگر در این کار روزگی آنها باشد بیشتر کار خیلی اشتراف کردن کردن مردها را. یعنی آنها وقتی که روزگی باید باشد هیچ جای اشتراف کردنش نیست خوب. با فکر من نباندن همین جامعه دموکراتی است هم چیکار کنه. شخصی که هم به قول روسا زیادکر می‌چید هم زیادکر میگیرد هر دوش هم گناهش یک است. هم میدید و هم جوابگر است و هم میگرفتگی هم جوابگر است. برای من فکر میکنم هم مردا هم زنها باید جریمه شوند.